پدر داخل خانه پیام آور محبت و صمیمیته. پدری که دنبال رو ابراهیم علیه السلام هست، وقت داخل خانه میآید خوشی را با خود می آورد، نه دشنام را، نه فحش را، نه غیظ را، نه خشونت را، نه غضب را، نه بد اخلاقی را، مهربانی را میاره، صمیمیت را می آورد. بالمقابل فرزندم اسماعیل گونه با پدر و مادرش برخورد می کند. ای پدر جان، هرچه فرمان میدی. اینجا ابراهیم فرمان خدا رو به اسماعیل میرسانه که الله فرمان داده تو را ذبح بکنم. اسماعیل میگه یا ابت، ای پدر جان من، فرمان پروردگارت را به جا بیاور. ای پدر جان من، چقدر الفاظ عاطفی است. این محبت صمیمانه و عاطفانه در بین فرزندان